اول اومدن گفتن به ملت ما آب و برق و تلفن مجانی شد بابا جون، پول نفتم میاریم در خونه بابا جون، در خونه بابا جون، در خونه بابا جون، در خونه بابا جون، در خونه بابا جون. عجب آب و برق ما مجانی شد بابا جون، عجب پول نفتا رو در خونه آوردن بابا جون. آخه ملت در بند عقلت تو کجا رفته، ای دولت تو خوابه ای وعده ها سرابه، ای دولت تو خوابه ای وعده ها سرابه، ای دولت تو خوابه ای وعده ها سرابه. امروز بشقاب میارن به قول خارجی ها بیش از خارج میارن، پولاشو ور میدارن زیر قبا میذارن، زیر قبا میذارن، زیر قبا میذارن، زیر قبا میذارن، زیر قبا میذارن. فردا به ملت میگن بشقاب بیگه بی بشقاب، بشقاب اخه بابا جون، بشقاب اخه بابا جون. عجب رندن بابا جون، 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 عجب رندن بابا جون. اگر که بشقاب بد بود اصلا چرا آوردین به این ملت مظلوم، خوب آنها را چپاندین، پولاشو ورداشتین و تو جیبتان تپاندین، تو جیبتان تپاندین، تو جیبتان تپاندین، تو جیبتان تپاندین، تو جیبتان تپاندین. 60 میلیون ملت میگه دلار بالا رفته، دلار بالا رفته. آخه ملت در بند عقلتو کجا رفته، دلار بالا نرفته، 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 دلار بالا نرفته. ملت در زنجیر این ارزش پول توست که هر لحظه و هر روز پایین و پایین رفته، پایین و پایین رفته. دلار بالا نرفته، 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 دلار بالا نرفته. برای انجام کار میری تو هر اداره، آقای مصدر آخون کشو رو وا میذاره، باید توی اون کشو اسکنهای هزاری بزاری، وگرنه شوبلا چرخ کارایتو میذاره، شوبلا چرخ کارایتو میذاره، شوبلا چرخ کارایتو میذاره، شوبلا چرخ کارایتو میذاره، شوبلا چرخ کارایتو میذاره. یک روز توی خیابون یک گربه ای را دیدم، قصد فرار بودش، مست قشنگ در میرفت، گویا که او بیچاره توی یکی عجوبها یک موش دیده بودش، که از بس که گنده بودش اون گربه بینوا زهرش ترکیده بود، گویا که حیوانکی بدجور ترسیده بودش، بدجور ترسیده بودش، بدجور ترسیده بودش، بدجور ترسیده بودش، بدجور ترسیده بودش. ملا اومد نوید داد ای مستضعف بدبخت، ما اومدیم روی
رویکار تا شما بشین خوشبخت. مستضعف بیچاره گول حرفم ملا خورد، حالا امروز بیکاره شلوار و پا نداره. شلوار و پا نداره، شلوار و پا نداره، شلوار و پا نداره، شلوار و پا نداره. مستضعف بیچاره یاد گوشکم میفته، دهنش آب میفته و یاد اون میفته یه روزگاری داشته، برو بیایی داشته، آخه یدیزی آگوش همش یاد قرون بود، هرچه میخواست بخره براش خیلی آسون بود، براش خیلی آسون بود، براش خیلی آسون بود، براش خیلی آسون بود، براش خیلی آسون بود. آقا ملا سوار کار شد، رشوه‌خوری حلال شد، ملا اومد وزیر شد، سوار مرسدس بنز، یک دفعه کشتی کشتی این آخرا کبیر شد. مستضعف بیچاره فقیرتر از فقیر شد، فقیرتر از فقیر شد، فقیرتر از فقیر شد، فقیرتر از فقیر شد، فقیرتر از فقیر شد. که آخوند اومد روی کار، توصیه کرد به مردم هر دیار، هر چه میتوانی بچه بساز برادر، چرا نشستین بیکار؟ اون شاه و دار و دستش میخواستن اسلامو نابود کنن، یالا بشین دست بکار، یالا بشین دست بکار. آقا از نظر اقتصادی چجوری باید این بچه ها رو اداره کنیم؟ اقتصاد دیگه چیه؟ اقتصاد مال خره، هر چکه این جمعیت بیشتر و بیشتر باشه بهتره و بهتره، چرا نشستین بیکار؟ یالو بشین دست بکار. آقا مردم شدن دست بکار، تولیدات بچه شد روزی 120,000. چند سالی گذشت که ملاها متوجه شدن بابا عجب فلانی خوردن، حالا امروز به جای این که رو در دیوارها بنویسن بچه بیشتر کفنه بیشتر، می نویسن بچه کمتر زندگی بهتر. کوتاه کنم قصه را برادر، هرچه بلا بر سرت اومده اینا برای اینه که آخوند رو کار اومده، 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 آخوند رو کار اومده.